در دویره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت سوخت در دهه کزدان ناحیه عینی بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 مورد بهره برداری قرار داده شد. در رسم افتتاحی انشاءات نمایندگان از حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ناحیه عینی اشتراک نمودند. بینای نوی تعلیمی که از دو آشیانه عبارت می باشد با مقصد تطبیق سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره نقشه چاره‌بینی‌های آبادانه بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان توسط حشرهای دستجمعانه مردم با ننگ و ناموس دهه، دستگیری صاحبکاران محلی و برون مرزی و سهم سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت زبیدالله زبیدزاده بنیاد شده است. انشاءات در مساحت 4600 متر مربع به طور زمانوی قامت افروخته است. مؤسسه نوبنیاد از 13 صنفخانه مجهز با تجهیزات زمانوی و حجره‌های کاری و یاری رسان عبارت بوده برای 640 خواننده در دو بست پیش بینی گردیده است. امروز در دهه زیبا منظری ما که یک گوشه تاجیکستان عزیز است، روز خرسنده، روز فراموش نشونده و روز تاریخی است. زیرا با کمک و دستگیری های همیشگی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک مکتب زمانوی ساخته به استفاده داده شد. این ما آموزگاران را وادار می‌سازد که جواباً به خدمت‌های ارزنده پیشوای ملت دوچند مهنت کنیم. فرزندان را در روحیه وطن دوستی و خویشاوندشناسی، مهنت دوستی و انسان دوستی تربیت نماییم تا اینکه آنها در آینده متخصص خوب شده بهر خلق و وطن صادقانه خدمت نمایند. صنفخانه‌های فنی فیزیکا، شیمیا، متماتیکا، بیولوژیا، تکنولوژی اطلاعاتی، آمادگی ابتدایی حربی و غیره با نوترین تجهیزات آزمایشی، کامپیوتر، تخته‌های الکترونی، پروژکتورها و دیگر اشیای ضروری برای تعلیم تامین می‌باشند. من که آموزگار فن شیمیا هستم، اساساً در فن شیمیا بسیارتر به ما تجهیزات‌هایی که برای گذراندن لابراتوری لازم بودند امروز همه آن شرایط ها مهیا هستند. همه آن اسباب‌های لازمه که برای گذراندن تجربه‌های لابراتوری است همش برای ما مهیا کرده شده است. ما بسیار منتدار هستیم. مردم دهه کزدان ناحیه عینی بینای نو زمانوی مؤسسه تعلیمی را چون تحفه ارزشمند پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بخشیده به جشن بزرگ و مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول نمودند. با پیشنهاد جناب عالی سالهای 2020 2040 20 ساله آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان گردید. این اقدام پیشوای معظم ملت ما خوانندگان را وادار می نماید که با آموزش فنهای مذکور توجه بیشتر ظاهر نماییم، زیرا در روند با سرعت ترقیات علم و تکنیک به دانش مکمل کامیاب شدن امر محال است. ما از این امکانیت ها ثمرناک استفاده میبریم و با بهای خوب و اعلی و رفتار نمونوی تحصیل می نماییم. میز و کرسی جیوان در مجموع لوازمات مؤسسه وابسته به صنف تعلیمی انتخاب گردیده است که برای دانش‌اندوزی خوانندگان مساعدت میکند. ما در نزد خود وظیفه میگذاریم که در جواب این غمخواری پدرانه پیشوای معظم ملت نسل‌های نورس را در روحیه وطن دوستی، آبادکاری، تعلیم و تربیت دهیم که صادق به وطن خویش باشند. انشاءات همچنین دارای مجلسگاه با 80 جای نشست و آشخانه برای 100 نفر می باشد. فوند کتابخانه مؤسسه 2500 نسخه کتاب درسی و بدیعی را تشکیل می دهد. هدف از بنیاد بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 فراهم آوردن شرایط مساعد برای خوانندگان دهه کزدان ناحیه عینی و فراگیری آنها به فنهای تعلیمی در نظام معاصر می باشد. توسط سیاست خردمندانه پیشوای ملت، سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت امروز در دهه دوردست کزدان چنین یک مخزن علم و دانش، مخزنی که برای تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص خدمت باسزا میگذارد از جانب فرزندان با اور ناموس دهه ساخته و به استفاده داده شد. این از آموزگاران طلب میکند که در آینده برای تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص سعی و کوشش زیادی به خرج دهیم.
маврид ба таъкид аст ки дар деҳаи каздон ба сифати таълиму тарбияи хонандагон аҳамияти махсус зоҳир мегардад. хонандагони муассисаи мазкур дар озмуну олимпиадаҳои ноҳиявӣ вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок менамоянд. аз ҷумла соли равон дар номинатсияи биологияи озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат хатмкардаи ин муассиса дар даври ниҳоӣ сазовори ҷойи якум шуд. мо хеле хурсанд аз он ҳастем ки дар деҳаи мо чунин як муассисаи замонавӣ сохта ва истифода дода шуд. ин дар рушди илму маорифи мамлакат як заминаи устувор мегузорад. ҳамчунин аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст як хатмкардаи дигар ба даври ҷанбастӣ роҳ ёфт ки боиси ифтихори омӯзгорону рӯҳбаландии хонандагон мебошад. синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо ҳамаи техника ва технологияи муосир барои хонандагон дар фанҳои гуногун таъмин гардидааст ва хонандагон вазифа доранд ки хонанд, илм омӯзанд ва ояндаи ватани хешро обод созанд, чун ояндаи ин миллат маҳз мо ҷавонон ҳастем ва маҳз барои ҳамин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин шароитҳои созгорро баҳри мо фароҳам меоранд то ин ки таҳсили илм намоем. дар муассиса низоми нави радиошунавонӣ насб шудааст ки тавассути он хонандагон метавонанд маҳорати суханварии хешро сайқал диҳанд. از آموزگاران مسئولیتی بلند طلب می‌کند که باید آموزگاران برای اینکه در همین مؤسسه کار و فعالیت کنند اول خودشون باید آماده باشند. باید آموزگاران بسیار دانشی کسبی صحوی خوب داشته باشند. ضمن اجرای کارهای ساختمانی از مصالح بلند صفت استفاده کرده کارها را با رعایت معیار مقرر گردیده و از روی لایحه تصدیق شده انجام دادند تا که انشاءات سالهای زیاد به مردم خدمت رساند. وظیفه ما آموزگاران استفاده از این شرایط و سوادناک کردن نسل نورس می باشد. جواباً به غمخواری های معارف پرورانه پیشوای معظم ملت وعده می دهم که شاگردان را در روحیه وطندوستی و خویشتن شناسی تربیت نموده نسل را تربیت نمایم که سزاوار نام تاجیک و پرچمبردار ملت تاجیک باشد. در شفت بینای اساسی مؤسسه تالاری ورزش بنیاد کرده شده است و دارای شرایط خوب برای بازی‌های فوتبال خرد، والیبال و بسکتبال میباشد. همچنین در حدود انشاءات میدانچه برای مشق و تمرین تشکیل گردیده است. انشاءات با نظام گرمیدهی و خط آبی علاهیده تامین است. شرشره سنگی با ذوق زیبایی پرستی و مهارت بلند کسبی ساخته شده به حسن حدود انشاءات زیبایی دیگر ضمن نماید. نمای بیرونی بینای نوبنیادی مؤسسه در اساس صنعت معماری ملی و با طرح جدید آرا داده شده است که دقت جلب کننده می باشد. در صحنه انشاءات دو صحبت کده به طور معاصر و از روی صنعت معماری ملی ساخته شده است. اطراف انشاءات در مساحت 2550 متر مربع سفالک پوش و میدان 720 متر مربع سبززار می باشد. گل و درختان آرایشی موسمی و همیشه سبزی شنانیده شده رنگارنگی را در حدود مؤسسه تامین می نماید. آرایشات بینا، گل و درختان رنگارنگ و دیگر آبادی‌های حدودی مؤسسه در زیبایی دهه کزدان زمینه گذاشته است. مورد به ذکر است که ساکنان دهه کزدان در برابر به طور دستجمعی بنیاد نمودن چنین انشاءات خوش‌طرح و زمانوی همچنین کوچه‌ها را آباد کرده برای خود شرایط سازگار زندگی را فراهم آوردند. مردم آبادی دیار را از آبادی خانه و در و محل زیست خویش دانسته خانه‌های استقامتیشان را رنگ و بار، راه‌ها را اسفالت پوش، کوچه‌ها را چراغان و جویبار و دیگر انشاءات یاری رسان را تعمیر و نوسازی کردند. همه این آبادانی را ساکنان دهه کزدان ناحیه عینی از پایداری صلح و ثبات، استقلال دولتی و تنجی و آسودگی وابسته می‌دانند. نقشه دارند چنین کارهای سازندگی را من بعد هم ادامه داده سطح زندگیشان را باز هم بهتر نمایند. انجام چنین کارهای آبادانی که از سرجمعی و متحدی و یکدلی و همبستگی مردم دهه سرچشمه میگیرد قابل تحسین و شایسته پیروی میباشد.